سرخط خبرهای مهم: 17% اهالی تاجیکستان فربه بودند. قاچاق یک نوع خطرناک مواد مخدر به تاجیکستان زیاد شده است. پسر شیرالی گل وزیر سابق را برای 7 روز پس پنجره انداختند. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. آغاز هفته نو است. امیدوارم خوبید و نوید بامدادی را تماشا دارید. امروز شنبه 4 دکبر. معاون اولی وزیر تندرستی تاجیکستان گفته است که 17% اهالی جمهوری یعنی تقریباً 2 میلیون کس وزن زیاد داشته بیش از 13% از درد فربهی رنج میکشند. این رقم در سال 2019 به 11.3% برابر بود. غفور محسن زاده در این باره آخر ماه نوامبر امسال در محاکمه پارلمانی در مجلس نمایندگان صحبت کرده است. مختصر صحبت‌های او را صدای مردم نشریه رسمی پارلمان چاپ کرد. در جمهوری تاجیکستان بیماری فربهی موجود بوده، وقت‌های آخر زیاد شدن آن حکومت کشور را نگران کرده است، نوشت منبع. فیضعلی احمدزاده معاون رئیس پالاتای حساب تاجیکستان در همین محاکمه پارلمانی گفته است که فربهی بیشتر در بین زنها پهن شده است ولی سبب‌های آن را ذکر نکرده است. قبلا وزارت تندرستی تاجیکستان پرخوری، کم حرکتی، تغییرات مبادله ماده‌ها و عصبانیت را از عامل‌های فربهی مردم نامبر کرده بود. تاجیکستان تا سال 2024 برنامه پیشگیری فربهی و تشکل غذای سالم را قبول کرده. برای تطبیق آن قریب 8 میلیون سومانی پیش بینی کرده است. احمدزاده میگوید تطبیق برنامه در سطح ضروری به راه مانده نشده است. مسئولان در اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا میگویند در گذشته ایران بزرگترین راه قاچاق و منبع بزرگ کشف و ضبط مواد مخدر قاچاقی از افغانستان بود، اما در سالهای اخیر ازبکستان و تاجیکستان نیز به راههای بزرگ قاچاق مواد مخدر مبدل شدند. خانم اشیتا میتل، نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی، هنگام سخنرانی در نشست امنیتی هرات در تاجیکستان روز 28 نوامبر گفت قاچاق شیشه یا نوع سینتتیکی مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی به مراتب افزایش یافته است. او گفت معلومات در رابطه با میزان کشف مواد مخدر بین سالهای 2017 تا سال 2023 نشان می‌دهد که در این مدت مصادره شیشه 12 مراتب افزایش یافته است. خانم میتل همکاری‌های منطقوی و جهانی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر را ضروری نامید، زیرا به گفته وی جهان باید مانع قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان شود که مواد ضروری برای استحصال هروئین و دیگر انواع این مواد مخدر سینتتیکی است. در همین حال مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان سال گذشته گفتند که فقط در یک مورد در سال 2022 تقریبا 1 تن مواد مخدر را آتش زدند که قسم از آن را آمفتامین متامفتامین تشکیل میداد. به گفته مقامات به فرق از سالهای قبلی گردش غیرقانونی حب‌های نشأه‌دار سینتتیکی که استفاده آن برای سلامتی فوق‌العاده خطرناک است افزوده است. و در این قسمت برنامه سری به روسیه میزنیم که مکان کار و اقامت صدها هزار شهروند تاجیکستان است. در میان آنها شخصانی نیز هستند که کار اصلیشان ایجاد و بیان درد دل مردم است، اما از ناچاری آن را گاهی به برکشانی و بیناکاری عوض میکنند. گزارش درباره 2 شاعر مهاجر در تقدیم گلبهار مرادی از طرح میگرانت میدیایی رادیو آزادی تقدیمتان می شود. گل مراد و علیشیر ترکمن، 2 شاعر، یکی از تاجیکستان و دیگری از ازبکستان، هر دو در روسیه مهاجر کاری هستند. میگویند که زندگی دور از وطن موضوع اشعار آنها را دیگر کرده است. یاد نویرچه‌ای که در ده است یاد همه میکنم. خواهر و خواهرچم را یاد کردم، بچه‌ام را یاد کردم. هم منیژه هم یوسف، خواهر و دادرچم را یاد کردم، بچه‌ام را یاد کردم. هم منیژه هم یوسف هم میهنم، سمرت ایدچم را یاد کردم. شاعر از تاجیکستان گل مراد قریب 30 سال باز در روسیه کار و زندگی می کند. در اول هر سال موسم کار به آنجا می رفت و دوباره به وطن برمیگشت. اما سالهای آخر
دور و دراز در آنجا مانده است و در ساختمان کار می کند. علیشیر نورماتوف که با تخلص علیشیر ترکمن شعر می نویسد، در ترمیز ازبکستان و در خانواده کارگر به دنیا آمده است. می گوید نوشتن شعر برایش سبکی می آورد. اگر یگان روز ننویسم بد می شود. روزها و هفته ها خودم را می خورم. چرا که همان احساسات، همان کیفیت درونی، فکرها بیرون ریخته نمی شوند. عذاب می کشم. علیشیر در شرکت یاندکس به رساندن خوراک رستوران و کافه ها به مشتریان مشغول است. گلمراد در ساختمان کار می کند. وی مهاجرت را چاره مجبوری می داند. سالهای جنگ شهروندی بود، وضعیت خیلی بد شد و ما بررسی یک کوچ بستیم. مهاجر این خورشید کم طلوع را میماند. مهاجر ماهتاب کم نمو را میماند. انقترش درست کرده گوییم با عباره روسی، مهاجر سوریمن غلام است. مهاجر گشتم، ره کردم گم، کجا رهبر، کجا صنعت، کو انجم. مرا در شأن شعر و شاعری نه، مرا در مردکاری دیده مردم. عقیده علیشیر درباره مهاجرت دیگر است. مهاجرت یگان چیزی بد نیست. رزق خود را چیده گشته ایم. همه امان در این دنیا مهمان هستیم. کوچمنچی هستیم. کوچیده آمده ایم. وقتش رسد کوچیده می رویم. شعرهای گلمراد در رادیوی تاجیکستان و سرود سرایندگان صدا می دهند. وی چند مجموعه اشعار هم به چاپ رسانده است. علیشیر در حال آماده کردن اولین کتاب شعرهای خود است. هر دو مهاجرت را موقتی می دانند و در آرزوی بازگشت به وطن هستند، جایی که به گفتهشان شعر آنها شنونده و خواننده دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان اعلام کردند که پسر شیرالی گل، یکی از وزیران سابق حکومت و چند همراه او را با گناه افباشی به 7 روز محبس محکوم کردند. اعلان مقامات درباره دستگیر شدن و جزا گرفتن علیشیر گولوف، یکی از پسران وزیر سابق صنعت و انرژتیکا، یک روز بعد از آن نشر شد که رادیو آزادی خبر جنجال و زناشویی علیشیر گولوف با شیردل سیراجوف، پسر صاحبکار و مالک بازار عظیم جلجم در دوشنبه را افشا کرد. رئیست امور داخلی شهر دوشنبه روز 2 دکبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت مناقشه در طرفخانه بخارا پالاس در پایتخت روز 3 نوامبر صورت گرفته است و یک گروه جوانان در طرفخانه با همدیگر مناقشه نموده با الفاظ قبیح ترتیبات جمعیتی را دغل و ویران کردند. به قول ریاست، ضمن سنجش معین کرده شد که نامبردگان در حالت سرخوشی ترتیبات جمعیتی را ویران نموده با همدیگر مناقشه کردند. در ادامه بیانیه گفته می شود که وابسته به حالت مذکور نسبت نامبردگان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده جهت چاره‌جویی به سود ناحیه اسماعیل سامانی ارسال کرده شد. از جانب سود جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 7 شبانه روزی تطبیق گردید. تلاش‌های رادیو آزادی برای گرفتن نظر علیشیر گولوف و یا خویشاوندان آنها نتیجه نداد. نام فرزندان شیرالی گل، وزیر سابق صنعت و انرژتیکا و یکی از قداهای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان باری اول نیست که به سبب رفتار فرزندانش سر زبان مطبوعات شده است. دلاور گولوف پسر دیگری او در 5 سال اخیر دست کم 3 بار با اتهام افباشی بازداشت شده بود ولی با جریمه یا جزای سبک رها گشته است. مقامات انتظامی دوشنبه را به آن متهم می‌کنند که دایر به عادی ترین قانونشکنی پرسر و صدا زود خبر می‌دهد ولی جنجال و زناشویی‌های پسرانی منصبداران و افراد با نفوذ را احیانا شرم می‌دهد و یا پنهان می‌دارد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
بر اساس برخی منبع‌های تاریخی روز 4 دکبر سال 530 پیش از میلاد کوروش کبیر بنیادگذار امپراتوری هخامنشی فارسی قدیم درگذشته است. کوروش احتمالاً 70 سال عمر دیده از این 29 سالش در سر قدرت بود. کوروش کبیر را از شاهان مقتدر مینامد که قبیله‌های ایرانی را متحد و قلمروهای را از آسیای خرد تا آسیای میانه امروزه اشغال کرد. او را مؤلف اولین اعلامیه حقوق بشر هم مینامند، چون احترام به حقوق بشر از جمله آزادی اعتقاد را مهم میدانست. دکبر سال 2018 پارلمان تاجیکستان برای وارد کردن داروی پست صفت و کهنه به کشور اینچنین به بیماری‌های سرایتی ویچ اسپید و هپاتیت گرفتار کردن مشتری‌ها در دندان پزشکی‌ها و کاشانه‌های حسن از 2 تا 4 هزار سامانی و از 5 تا 8 سال زندان جزا تعیین کرد. در تاجیکستان صدها داروخانه، خدمات دندان پزشکی، کاشانه‌های حسن و سرتراشخانه‌ها فعال هستند. دکبر سال 2009 دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ فرانسه روسیه را در نقض حقوق رحمت الله نظرف، یک شهروند تاجیکستان، گناهکار و این کشور را به پرداخت 15,000 یورو تاوان و اینچنین 3,500 یورو دیگر خرج دادگاه وظیفه دار کرد. نظرف بر پایه اتهام ساخته 3 سال را در زندان روسیه گذراند. بعد پرونده همسان رئیس زندانی حزب دموکرات محمد روزی اسکندرف، این یک دیگر قضیه کم نظیر پیروزی شهروند تاجیکستان بر نظام دادگستری روسیه دانسته می شود. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل 121 سومانی و 60 درم، 100 دلار آمریکایی 1095 و 100 یورو به 1193 سومانی برابر است. بینندگان عزیز، سپاس که تا این لحظه همراهمان بودید. نظر و پیشنهادهای خود را برایمان نویسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.